درود و وقت بخیر خدمت همه عزیزان همراه. امیدوارم حالتون خوب باشه، لبتون خندون باشه. خدمتتون رسیدیم با معرفی این سری چند تا پروژه که قبلتر توی کامیونیتی، یعنی سرور دیسکورد و کانال تلگراممون معرفی شده و قصد دارم که توی کانال یوتیوب هم معرفیشون کنم و شما بتونید استفاده کنید. بریم سر وقت پروژه ها که وقت ویدیو هم زیاد گرفته نشه، پروژه ها رو خدمتتون معرفی کنیم. اولین پروژه ای که میخوام خدمتتون معرفی کنم پروژه لایر اج هست که در واقع توی حوزه دپین داره فعالیت میکنه و دقیقا کاری که داره میکنه اینه که یک اینترنت غیر متمرکزی رو مبتنی بر بیت کوین ایجاد کنه که در واقع اون اطلاعات شخصی هر فرد توی سرورهای متمرکز ثبت نشه. این کاریه که داره در واقع لایر اج میکنه. حالا اطلاعات دقیق تر و اون داکیومنتش وجود داره و هست، میتونید، حالا من قرارش میدم، میتونید مطالعه کنید کامل و متوجه این پروژه بشید. بریم سراغ در واقع فعالیتی که مورد نیاز هست برای در واقع جمع‌آوری امتیاز توی پلتفرم. اونا رو بهتون توضیح بدم باید چی کار بکنید. شما به سه روش در واقع میتونید امتیاز جمع‌آوری کنید. یکی اینکه در واقع دی استریک رو انجام بدید، به صورت روزانه به وبسایت یا اون پلتفرم سر بزنید و خب اینجا در واقع دی استریک رو یا اون امتیازات روزانه رو جمع آوری کنید. زمانی که حالا من جمع آوریش کردم، خب همین یکی دو ساعت پیش، ولی زمانی که شما میخواین جمع آوری کنید روی در واقع گزینه کلیم میزنید، یه کادری براتون باز میشه. حالا شما باید به صورت هفتگی یعنی روزانه سر بزنید که 7 روز بشه و در طی اون 7 روز بهتون بونوس میده. مثلا هفته اول بهتون 25,000 تا میده، هفته دوم بهتون 50,000 تا میده، هفته سوم حالا دقت نکردم فکر میکنم 75,000 تا بهتون بونوس میده که اگه اون استریک روزانه رو انجام بدید و 7 روز رو پر بکنید و خب میتونید بونوس بگیرید از این پلتفرم و وبسایت. خب طبیعتا به امتیازاتون اضافه میشه. روش دومی که شما میتونید امتیاز جمع آوری کنید در واقع قسمت ارنینگ یا این کادر ارنینگ هستش که در واقع این قسمت یک گزینه‌ای داره به نام استارت نود. الان من استارتش کردم، خب طبیعتا داره امتیاز برای من جمع آوری میکنه. زمانی که شما استارت نود رو روش کلیک کنید بلتتون باز میشه و شما باید اونجا کانفirmش کنید، تاییدش کنید که شروع به ماین کردن بکنه. نکته: اگه به هر دلیلی مشکل داشتید توی استارت کردن در واقع اون نود مورد نظر، بروزرتون رو تغییر بدید. هر بروزری که حالا مد نظرتون هست و این امتیازها در واقع جمع آوری میشه. یا نمیدونم از وی پی ان استفاده کنید. یه لحظه وی پی انتون رو آن میکنید، زمانی که تونستید استارت کنید در واقع این نود رو و وبسایت شروع کرد به در واقع جمع آوری امتیاز، اون موقع میتونید وی پی انتون رو خاموش و در واقع فرایند ادامه پیدا میکنه. روش سومی که شما میتونید امتیاز در واقع جمع آوری کنید رفرال گیری هستش. یعنی شما میتونید از دوستاتون دعوت کنید و خب لینکتون اینجا هستش، کپیش میتونید بکنید و ارسال کنید برای دوستاتون یا هر کسی که مد نظرتونه و قصد داره توی پروژه شرکت کنه و از این روش هم شما میتونید امتیاز کسب کنید. این از در واقع پلتفرم و پروژه لایر اج. بریم سراغ پروژه دوم. قصد دارم پروژه دوم رو با در واقع نودگو شروع کنم که خدمتتون عارضم که یه جورایی میشه گفت شبیه به پلتفرم گرس هستش. قسمت در واقع استور یک اکستنشن داره، شما میبایست اون رو دانلود و نصب کنید و استارتش کنید و شروع کنه به مان کردن. 4 تا بهتون نشون میده و خدمتتون عرض کنم نودها اون آی پی رو بهتون نشون میده. من اوایل به اشتباه چند باری
VPN متصل کردم که خب خوشبختانه بعدش متوجه شدم که آی پیم تغییر کرده و خب فیکسش کردم و درست کردم. خب سربرگ ریواردز، شما میتونید ایمیلتون رو وریفای کنید، ولتتون رو وریفای کنید که من هنوز انجام ندادم، و همزمان جفتشون رو با هم وریفای کنید که در واقع این سه مورد انجام بشه. یه قسمت کد داره، احتمالا کد براتون میفرسته، کاری نداره انجام بدید اینم. یه قسمتی هم داره دیلی ریواردز، یعنی شما به صورت روزانه میتونید بیاین چکین کنید و خب پوینت هایی یا اون بونوس های روزانه رو دریافت کنید. پایین تر هم یک سری در واقع تسک های سوشیال داره، اینا هم آسونه، کاری نداره انجام دادنش. یکیش که مربوط به در واقع عضو شدن توی در واقع مینی اپ تلگرام میشه، وریفای کردن ایمیلتون هستش و الی آخر. همشون یعنی بیشترشون در واقع مربوط به خدمتتون عرض کنم تسک های سوشیال مدیا هاشون هستش و اونا رو میتونید انجام بدید و امتیاز کسب بکنید. بخش رفرال هم که طبیعتا شما میتونید دوستاتون رو دعوت کنید و به ازای دعوت هر یک از دوستاتون بتونید امتیاز بیشتری دریافت کنید. از این قسمت هم میتونید در واقع اون لینک رفرال خودتون رو کپی و خب ارسال کنید برای دوستای خودتون. این هم بود از پروژه در واقع نودگو. اینو نگفتم که در واقع داره چی کار میکنه این پروژه. ببینید پروژه نودگو در واقع میاد از قدرت، یک بخشی از قدرت پردازشی سیستم شما رو استفاده میکنه برای در واقع حالا توسعه یک چیز خاص، مثلا هوش مصنوعی. خب حالا این قدرت پردازشی رو میده به یک سیستم خاص. اوکی گرفتی؟ حالا این داکیومنت اینم میذارم کامل مطالعه کنید، متوجه پروژه بشید. خدمتتون عرض کنم پروژه سوم که میخوام بهتون معرفی کنم پروژه تریداس هست. خب که در واقع توی حوزه در واقع طراحی یه جورایی میشه گفت فعالیت میکنه. که مثلا من یک شخص طراحم، طراح مثلا سه‌بعدی. خب توی سیستم رو نمیدونم چجوری کار میکنم، زیاد توش سررشته هم ندارم. میام مثلا یه شیء رو به صورت سه‌بعدی طراحی میکنم و حالا میذارم توی پلتفرم، مشتری پیدا میکنم، میاد اون طرح رو از من میخره و اون مشتریه میره در واقع اون طرح سه‌بعدی من رو حالا با این دستگاه های پرینتر سه‌بعدی چاپش میکنه، پرینت میگیره. چاپ نمیشه گفت دیگه، نمیدونم، پرینتش میگیره و خب ازش استفاده میکنه. گرفتی چی شد؟ یعنی بیشتر تو حوزه طراحی داره در واقع فعالیت میکنه. ایردراپش هم تایید کرده که حالا جنبه بیشتر تبلیغاتی داره و فاندرهای خوبی هم داشت، یادم رفته اینم براتون میذارم حتما داکیومنتشو کامل برید مطالعه بکنید. کاری که شما باید بکنید، من چون از قبل ثبت نام کردم، شما میبایست خب زمانی که میخواین ثبت نام کنید توی این پلتفرم با اکانت گوگلتون بچه‌ها ثبت نام کنید. خب چون دیگه نیازی به وریفای نباشه، توی وریفای کردن اون ایمیلتون که حالا به صورت دستی اگه میخواین ثبت نام کنید ایمیلتون رو وارد کنید مشکل داره، یعنی اون کد وریفای رو به ایمیلتون ارسال نمیکنه که قاعدتا باید فیکسش کنن. ولی اگه با گوگل اکانت به صورت مستقیم ساین این کنید و وارد پلتفرم بشید دیگه نیازی به وریفای کردن ایمیلتون نیست و خب میتونید اون فعالیت هایی که مورد نیاز هست رو انجام بدید. خب خدمتتون آرزم، اولین کاری که شما باید بکنید بعد اینکه ساین کردید، اکستنشنش رو دانلود کنید که فضای اکستنشنش به این صورت هستش که شما باید برای فعال کردن در واقع ماین کردن در واقع اون پوینت هایی که مورد نیاز هست و در واقع دریافت اون پوینت ها، اینجا یک گزینه‌ای به نام Generate API داره و
زمانی که روی اون کلیک میکنید همچین کدی بهتون میده. این کد رو کپی میکنید، اکستنشن رو باز میکنید و اینجا پیست میکنید و روی گزینه ولیدیت بود، نمیدونم یادم نیست این گزینه چی بود، کلیک میکنید و شروع میکنه به ماین کردن. فضاش هم تقریبا مثل فضای خیلی از پروژه های دپین دیگه، به چارت داره و بهتون نشون میده. خدمتتون عرض کنم رفرال پروگرام خب مشخصا جاییه که در واقع اون ریوارد های رفرالتون رو نشون میده و اون لینکی که شما در واقع میتونید کپی کنید و برای دوستاتون ارسال کنید و امتیاز بیشتری دریافت کنید. توی سربرگ در واقع ارن مور یا اون تسک های سوشیال این پلتفرم میتونید در واقع تسک هایی که موجود هست رو انجام بدید و امتیاز بیشتری دریافت کنید که اینا هم کاری نداره واقعا و انجام دادنش آسونه. فعلا جای دیگه کاری نداریم بچه ها. اینجا هم بچه ها میتونید در واقع شما توییترتون رو به پلتفرم متصل کنید. من انجام ندادم هنوز، وقت نکردم متاسفانه، و فالو کنید و در واقع امتیاز بیشتری کسب کنید. اینم لیدربورد هست که نفر اول رو نشون میده، نفر دوم، سوم الی آخر تا 10 تای اول نشون میده، فکر میکنم بیشتر نشون نمیده. بچه اینا پروژه هایی هستن که ایردراپشون تایید شده، یعنی اصلا نیازی نیست که منتظر بمونیم مثل خیلی از پروژه های دیگه، مخصوصا پروژه تستنتی که بالاخره یه جایی تایید بشه و منتظر بمونیم کلی فعالیت کنیم و تا بهمون ریوارد بده. این پروژه ها خوبیش اینه که شما با یک دکمه، با یک کار کوچیک در واقع پوینت جمع آوری میکنید و خدمتون عرض کنم تا اون پوینت ها تبدیل به ایردراپ بشه و شما بتونید از این پروژه ها ایردراپ بگیرید. خیلی معمولا پروژه دپین خیلی پروژه های آسون و راحتی هستن. این بود از معرفی پروژه هایی که در واقع خواستم بهتون معرفی کنم استفاده کنید. پروژه های دیگه هم هست که معرفی کردم و میتونید توی در واقع کانال تلگرام و سرور دیسکورد پیگیر باشید و اونا رو هم شرکت کنید و استفاده بکنید. نکته ای که هست بچه ها، حتما توی کانال تلگرام، سرور دیسکورد عضو باشید، چون هر به روز رسانی، هر رویداد، اخبار وجود داشته باشه قرار میدیم اونجا بتونید استفاده کنید و در واقع با پروژه بیاین بالا دیگه، عقب نمونید. چون این پروژه با خیلی از پروژه‌هایی که حالا قبلتر شرکت کردید مخصوصا توی پلتفرم تلگرام متفاوته دیگه. اخباری که وجود داره حول محور این پروژه ها حتما باید در واقع تحلیلش کنید، داشته باشیدش، چون گاهن در واقع به ضررتون تموم میشه. یعنی اینا رو باید داشته باشید که در واقع با پروژه بیاین بالا، از بقیه عقب نمونید تا بتونید ریوارد خوبی بگیرید، پوینت خوبی بگیرید از پروژه. خب پس حتما توی کانال تلگرام ما، سرور دیسکورد ما عضو بشید و اونجا در واقع تعامل هم داشته باشید. حتی اگه سوال داشتید بپرسید، من خودم اکثر موقع جواب میدم، واقعا بتونیم کمکتون کنیم. پیشنهادم اگه داشتید، انتقادم داشتید، حتما بگید توی کامنت، توی کامیونیتی ما، فرقی نداره. با جون دل گوش میدیم، جوابتونم حتما میدیم و ممنونم از اینکه تا به اینجا همراه ما بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدارتون.